به نام آگاهی. انسان زمانی از سرگردانی نجات می‌یابد که بفهمد معنا را پیدا نمی‌کند، بلکه آن را می‌سازد. مسئله هدف و معنا در زندگی یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های انسان در تمام تاریخ بوده است. پرسشی که هم در فلسفه غرب و هم در ادبیات و عرفان فارسی جایگاهی مرکزی دارد. انسان برخلاف سایر موجودات صرفاً با غریزه زنده نمی‌ماند، بلکه نیاز دارد بفهمد چرا زنده است. این نیاز به معنا عمیق‌تر از نیاز به لذت، قدرت یا حتی بقا است. در روانشناسی مدرن نیز نشان داده شده است که نبود معنا می‌تواند حتی در شرایط رفاه کامل منجر به پوچی و افسردگی شود. از دیدگاه متفکرانی مانند ویکتور فرانکل، انسان زمانی به بلوغ روانی می‌رسد که بتواند در رنج، مسئولیت و انتخاب‌های خود معنا کشف کند، نه صرفاً خوشی. در سنت فکری فارسی نیز همین ایده به شکل دیگری بیان شده است. در آثار مولانا جلال الدین بلخی، زندگی بدون معنا همچون حرکتی به جهت توصیف می شود. حرکتی که ظاهر دارد اما مقصد ندارد. بنابراین مسئله معنا نه یک موضوع فلسفی انتزاعی بلکه هسته مرکزی تجربه انسانی است. مسئله اول، معنا چیزی که کشف نمی شود بلکه ساخته می شود. یکی از اشتباهات رایج در فهم زندگی این است که انسان تصور می کند معنا چیزی آماده و بیرونی است که باید آن را پیدا کند. گویا در جای پنهان شده و ما وظیفه داریم آن را کشف کنیم. اما در نگاه عمیق‌تر معنا یک فرایند فعال است، نه یک شیء آماده. در روانشناسی معناگرا فرانکل تأکید می کند که انسان در شرایطی که حتی هیچ کنترل بیرونی ندارد همچنان می تواند با انتخاب نگریش خود به زندگی معنا بدهد. این یعنی معنا وابسته به شرایط نیست، بلکه وابسته به تفسیر انسان از شرایط است. در ادبیات عرفانی فارسی نیز همین مفهوم به شکل شهودی بیان شده است. انسان باید درون خود معنا را بسازد، نه اینکه آن را در جهان بیرون جستجو کند. مولانا بارها اشاره می کند که رهایی انسان زمانی آغاز می شود که از جستجوی بیرونی دست بکشد و به درک درونی برسد. بنابراین معنا نه در موفقیت، نه در ثروت، نه در تایید دیگران، بلکه در نوع نگاه انسان به تجربه هایش شکل می گیرد. این تغییر دیدگاه بنیادی ترین تحول در مسیر آگاهی است. مسئله دوم، رنج ابزار شکلگیری معنا. یکی از عمیق‌ترین تناقض‌های زندگی این است که انسان از رنج فرار می کند. اما بدون رنج نمی تواند معنا را درک کند. در نگاه سطحی رنج یک مانع است، اما در نگاه فلسفی و روانشناختی رنج یک ساختار سازنده است. در آثار فرانکل رنج زمانی خطرناک می شود که بی معنا باشد. اما اگر انسان بتواند رنج را در چارچوب یک هدف بزرگتر قرار دهد، همان رنج تبدیل به منبع رشد می شود. این دیدگاه در روانشناسی مثبت‌گرا نیز تایید شده است. رشد شخصیتی اغلب پس از بحران‌ها شکل می‌گیرد، نه در دوره‌های راحتی. در ادبیات فارسی نیز رنج نه به عنوان دشمن بلکه به عنوان معلم معرفی می‌شود. در شعر عرفانی رنج وسیله برای بیداری درونی است، یعنی چیزی که انسان را از سطح روزمره به عمق وجود خود می‌برد. بنابراین رنج یک خطای سیستم نیست، بلکه بخشی از ساختار رشد انسان است. کسی که از رنج فرار می‌کند در واقع از فرصت فهم عمیق‌تر زندگی فرار کرده است و کسی که آن را می‌پذیرد وارد مرحله از آگاهی می‌شود که در آن معنا به صورت واقعی شکل می‌گیرد. مسئله سوم، تضاد میان معناهای بیرونی و معناهای درونی. بسیاری از انسان‌ها زندگی خود را بر اساس معناهای بیرونی تنظیم می‌کنند. موفقیت اجتماعی، تأیید دیگران، جایگاه یا دستاوردهای قابل مشاهده. اما این معناها ذاتاً ناپایدار هستند، زیرا به شرایط وابسته‌اند. روانشناسی مدرن نشان می‌دهد که تکیه بر معناهای بیرونی می‌تواند باعث اضطراب دائمی شود، زیرا این نوع معنا همیشه در معرض تغییر است. در مقابل، معناهای درونی مانند رشد شخصی، صداقت یا فهم عمیق‌تر از زندگی پایدارتر و آرامش بخشتر هستند. در فلسفه غرب بسیاری از متفکران اگزیستانسیالیست
مانند جین پاول نیز به این نتیجه رسیدند که انسان اگر معنا را صرفاً از بیرون بگیرد در نهایت با پوچی مواجه می شود. زیرا جهان بیرونی هیچ معنای قطعی ارائه نمی دهد. در سنت فارسی نیز همین تمایز میان ظاهر و باطن بارها مطرح شده است. ظاهر زندگی ممکن است موفق به نظر برسد، اما اگر درون آن تهی باشد انسان احساس فقدان خواهد کرد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که انسان چی دارد، بلکه این است که چگونه آن را درک می کند. و در پایان می خواهم که یک نتیجه گیری کلی از موضوع را بیان کنم. معنا در زندگی یک حقیقت آماده و ثابت نیست، بلکه یک فرایند پویا، انسانی و آگاهانه است. انسان نه با یافتن معنا بلکه با ساختن آن به بلوغ می رسد. این ساختن از دل تجربه، رنج، انتخاب و آگاهی بیرون می آید. اگر انسان تنها به دنبال معناهای بیرونی باشد، دیر یا زود با ناپایداری و پوچی روبرو می شود. اما اگر به درون خود بازگردد و مسئولیت تفسیر زندگیش را بپذیرد، حتی در شرایط دشوار نیز می تواند معنا خلق کند. در نهایت زندگی نه یک معما برای حل کردن است و نه یک مسیر از پیش تعیین شده، بلکه یک میدانی تجربه است که در آن انسان با هر انتخاب بخشی از معنا را می سازد. و شاید عمیق‌ترین حقیقت همین باشد. معنا در پایان مسیر منتظر ما نیست. در لحظه‌ای که آگاهانه زندگی می کنیم ساخته می شود. و در آخر می خواهم که از همراهی شما تشکر کنم.